سلام آقا، حال شما چطوره؟ مجید معظمی هستم از روستای مالوجه کردستان. آفرین، از روستایی در کردستان. مجید عزیز، مجید چند سالته؟ بنده 13 سالمه. هنوزم تو روستای مانوجه زندگی میکنی؟ آره. هنوز تو روستایی؟ تو روستایی. واو چقدر خوب، خوش به حالت. چی میخونی برامون مجید؟ الان آهنگ بمون محسن یگانه رو آماده کردم. آها، یعنی کردی نمیخونی برامون؟ نه. خیلی خوب. عشقی تو رو سرنوشت ازم نگیره، میترسه دلم بعد رفتنت بمیره. اگه خاطره ها یادم میارن تو رو، لاغر از تو خاطره هم نرو. هی مثل من واسه تو قلب شکستش میزنه، آخه کی واسه تو مثل منه. بمون دل من فقط به بودنت باشه، منو فکر رفتنه تو میکشه. لحظه هم تباه بی تو، زندگیم سیاه بی تو، نمیتونم. بمون دل من فقط به بودنت خوشه، منو فکر رفتنه تو میکشه. لحظه هم تباه بی تو، زندگیم سیاه بی تو، نمیتونم. خوبه. خب حمید، به قول ایمان باید خواننده رو روی صحنه دوست داشت و آقا مجید از اوناست که آدم دوستش داره، خیلی مسلط میخونه نسبت به سنش، خیلی با احساس میخونه. ولی کاریکاتوری ها این شعر عاشقانه از زبون مجید، نه نرو تو برای من آخرینی. مجید، بچه های با تو حرف زدن، تو غیر از درس کارم میکنی؟ آره. تو چیکار میکنی؟ خودم الان شاگرد گچکارم. شاگرد گچکاری؟ کجا؟ تو همین شهرستان کار میکنم. تو یعنی روزا میری مدرسه، بعد از ظهر میری گچکاری؟ نه. آره، بعضی موقع کار هست، بعد از ظهر بعضی موقع هم آخر هفته ها که پنجشنبه جمعه است میرم کار. یعنی پنجشنبه جمعه که مدرسه نداری میری گچکاری؟ تابستونم که از موقعی که مدرسه‌ام تعطیل میشه کار میکنم تا باز شدم. چرا؟ یعنی مجبوری کار کنی؟ آره دیگه، چون ضعیفم. این بابا کار نمیکنه؟ بابام دیگه کلا چون از اولم شغل زیاد سرمایه‌داری نداشت، حالم که دیگه پیر شده دیگه. یعنی کار افتاده شده بابا. چند تا خواهر داری؟ 5 تا. تو بزرگی کوچیکی؟ نه، من یه قول دیگه هم دارم، یعنی برادرم 2 قلویی، یه دونم داداش بزرگتر. 2 تا دیگه هم هستن دیگه. آه. خیلی خوب. تو چیزی می‌خواستی بگی؟ خیلی خوبه به نظرم، خیلی زیاد. خیلی خوبی مجید، خیلی. بیا مجید جان، بیا اینجا. چیکار کنیم با تو به نظرت؟ خودت بگو. شما هر نظری که بدین برای من محترم. عزیزم، احترام. دم شما گرم که انقدر آقایی. ممنون. این الان ما به شما یه کارتی رو بدیم که پذیرفته نشده باشی، ناراحت نمیشی؟ نه، چون به نظر شما احترام میذارم. نمیری بیرون بگی مثلا مرده‌شوی ریخته علی خانی رو ببرن؟ نه، این چه حرفی؟ نه به خدا. نمیگی؟ احترام، نظرتون احترامش واجبه. دم شما گرم. خب هر کاری دوست داری بر تو بردار دیگه، باید مراقبت کنی، چون اگه اشتباه برداری رد میشی. چرا اینو برداشتی؟ کسی به تقلب رسون؟ برداشت. نه اینو الان من بگو، کسی به تقلب رسون؟ ولش آفرین، چون من دیدم، خواستم اینم راست میگی یا نه. بخونش ببینیم اوضاع مدرسه چه خبر. بلند بخونش. پذیرفته شد. خیلی ممنون، لطف دارین.
دمت گرم مجید انشالله بیایی خیلی خوب و انشالله به امید دیدار واسه اجرا میتونه بیاد